سلام و وقت شما بخیر. بازم خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه از کانال آسیون میدیا. دوستان، در این ویدیو در مورد یکی از مهمترین مشکلات یا یکی از مهمترین راه حل به خاطر دریافت اقامت یک ساله در کشور ایران که به برگه های سرشماری تعلق میگیره خواستم در این ویدیو براتون معلومات ارائه بکنم. البته این معلومات جدید و اپدیت است در آخرین سخنایی که رئیس کل امور اتباع و مهاجرین خارجی گفته. ایران ما براتون خواستم که مفصل در موردش معلومات ارائه بکنم. البته دوستان تا آخر ویدیو حتما همراه ما باشین و اگر کانال سابسکرایب نکردین حتما همین لحظه سابسکرایب بکنین. دوستای همیشگی ما حتما ویدیو را لایک بزنین و بریم به طرف معلومات. البته دوستا، رئیس کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نادریار احمدی گفته که کسایی که برگه سرشماری دارن و اکثر کسایی که برگه سرشماری دارن اینا یک کارت کارگری یا هم در امو کارت کارگری خود یک دانه کودی به نام کود شغلی دارن. دوستا، این ویزا یا این اقامت یک ساله که براتون یادآور میشم اینا تعلق میگیره با اینمی اشخاصی که اینا کود شغلی دارن. البته میفهم اکثر کسایی که برگه سرشماری دارن و همزمان کارم میکنن اینا یک برگه کارگری هم دارن که کود شغلی اصلا داخل از او درج است. اینمی اشخاص دوستا میتونن که اقامت یک ساله کشور ایران از طریق رسمی یا هم طبق از اونمو کودی که اینا دارن به راحتی و آسانی میتونن که اینا چیزا دریافت بکنن اقامت. پروسهش از این قرار است دوستا که اینا باید در شرایط فعلی خود باید تسلیم بکنن یا خود به اردوگاه ها یا به دفاتر کفالت یا هر طریق مسیری که میشه باید به دولت خود معرفی بکنن، خود معرف باشن و بعد از اینکه اینا خود معرفی کردن از اینکه اکثریت از اینا به شکل قاچاق یا هم به شکل غیر مجاز در کشور ایران داخل شدن پاسپورت و بعضی مسائل ندارن. اینا برشان گفته میشه دوستا حتی کسایی که پاسپورت هم دارن دوستا طبق آخرین آمار باید پاسپورت از اینا هم ویزه دوباره گرفته شود و اینا باید از کشور ایران به هر صورت به شکل رسمی که نامه معرفی به سفارت برتان داده میشه و مجوز خروج داده میشه اینا باید از اونمو شیوه استفاده بکنن و از کشور ایران بیرون شوند. البته این اقامت مربوط از اینمی اشخاص میشه و همین قسمت یک سخن مهم است دوستا. وید از کسایی که دستگیر میشن یعنی خودشان خود معرفی نمیکنن، خود معرف نیستن، دستگیر میشن، متاسفانه ویزا یا در قسمت دریافت ویزا همون نامه‌ای که به سفارت داده میشه که اینا را همکاری بکنه در قسمت گرفتن ویزا و اینا دوباره که بیان ممکنه یک کپی از او را هم همراه خود داشته باشن و شاید هم در قسمت گرفتن اقامت بر از اینا کمک بکنه. اینمی کاغذ بر کسایی که دستگیر میشن برای از اینا این کاغذ دادن نمیشه. البته اینا باید چی کار بکنن؟ کسایی که برگه سرشماری هم کود شغلی دارن اینا خود معرفی میکنن دوستا. معرفی کردن اینا باید از کشور ایران بیرون شون طبق از همو سیستم رسمی یا همو مسائل رسمی که هست، یعنی برگه خروج بگیرن و به هر طریقی که به شکل رسمی باشه میرن افغانستان و در افغانستان اینا باید اگر پاسپورت ندارن اول پاسپورت بگیرن و بعد از گرفتن پاسپورت به سفارت باید مراجعه بکنن و سفارت بر از اینا باید ویزا بده و زمانی که ویزا را گرفتن دوستا که در شرایط فعلی ویزا را از طریق برگه معرفی نامه‌ای که از طریق کشور ایران شما از طریق دفتر کفالت دریافت میکنین تا هنوز هماهنگی در قسمتش صورت نگرفته با افغانستان، ولی ممکن است که به زودی صورت بگیره و شما با اون نامه‌ای که به سفارت ایران در افغانستان براتون داده میشه با از اونمو ممکن است که بعداً برای شما بتونه در قسمت گرفتن ویزا شما را کمک بکنه. خوب اگر کمک کرد خود در شرایط فعلی خوب اگر کمک نکرد خود شما به هر صورتش باید ویزا را باید بگیرین و دوباره به کشور ایران بیاین. البته زمانی که به کشور ایران آمدین شما باید همراه با یکی از کارفرما یا هم صاحب کار به توافق برسین، توافق بکنین و زمانی که توافق کردین شما کد شغلی که دارین صاحب کارتان شما را باید بیمه بکنه و زمانی که بیمه شدین امی نویت ویزای شما به اقامت یک ساله تبدیل میشه.
البته تای مراحل و پروسه داره. پروسه‌ای که از این هست دوستا که اینمی اشخاصی که شخصی را که اینا صاحب کار ایرانی در کار میگیره باید کد شغلی داشته باشه که شما این اشخاص کد شغلی را از قبل دارن، یعنی اینا اشخاصی هستن که واجد شرایط هستن. اینا دوستا یک پروسه دیگه هست که در کشور ایران، ولی طبق گفته های از یار احمدی از این مشخص میشه که پروسه و قدر جنجالی هم نباشه، ولی به هر صورتش دوستا تا مراحلش یک اندازه از اون طرف جنجال داره. تا شما زمانی که آماده میشین و پس میین اینجا و همراه با صاحب کار به توافق میرسین، اگر بیمه شود دوستا، بیمه یک اندازه یک جنجال خاص خود داره در کشور ایران. کسایی که بیمه میشن دیگه اینا باید مالیات داده شود و بس از گپای دیگه داره دوستا که حتما در ویدیوهای بعدی در موردش دقیق معلومات جمع‌آوری میکنیم و بر شما ارائه خواهد کردیم. زمانی که دوستا اینا داخل کشور ایران آمدین، صاحب کاری را باید تنظیم بکنه. صاحب کارتان کمک میکنه تا شما بتانین اقامت 1 سال به دست برین و جای خوشبختیش یا جای خوبیش هی است که شما بعد از 1 سال میتونین که اقامت تمدید بکنین. البته مشکل هم نداره، شما به شکل قانونی که آمدین میتونین که اقامت خود بازم تمدید بکنین بعد از تکمیلش و زمانی که را تمدید کردین میتونین که به همین شیوه پیش برین. مسئله خانوادگی هم در اینجا باید برتان یادآور شون دوستا. شما زمانی که همراه با ویزای خودتان به کشور ایران میین، اول باید خودتان بیاین، تکلیفتان روشن بسازین، بتانین اقامتتان بگیرین و زمانی که اقامتتان گرفتین بعد از اون میتونین که دنبال کار مسائل فامیلی و خانوادگیتان بگردین و بتانین فامیلتان هم به شکل قانونی بیارین و در کشور ایران زندگی بکنین. البته ای برای کسایی که از طریق کد شغلی میخواین اقدام بکنن و یعنی مسئله کارگری میخواین در کشور ایران بمانن، این مسئله یکی از مسائل هست که تا فعلا یکی از مسائل ساده به خاطر زندگی کردن در کشور ایران میتونه که همین مسئله باشه. البته دوستا سخنهای زیادی طبق آخرین گفته های یار احمدی ذکر شده در ویدیو که من بخش بسیار مهم دانستم، خواستم میره هر چیز زودتر براتون آماده بکنم. در ویدیوهای بعدی در قسمت پاسپورت های خانواری، در قسمت کارت های آمایش، در قسمت کسایی که پدر مادر ایرانی دارن، یعنی یک طرف یک از پدرشان یا مادرشان ایرانی هست، اینا و مسائل زیادی را دوستا در این قسمت در این سخنرانی یا در این گفتگو ذکر کردن که انشالله تمام از اینا را با جزئیات برای شما ارائه خواهد کردیم البته در ویدیوهای بعدی. و اگر سوالی دارین دوستا در قسمت کامنت بنویسین. کانال تلگرام و واتساپ ما هم در قسمت دسکریپشن ویدیو هستن، میتونین اونجا هم اضافه شین دوستا، میتونین خودتان اد بسازین. اگر سوالی دارین میتونین از ما راحت بپرسین، معلوماتی که داشتین در اختیارتان قرار خواهد دادیم. اگر کانال سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین. امید دارم دوستا این معلومات بتونه شما را کمک بکنه و کسایی که خواستار ماندن در کشور ایران هستند این مسیر بتونه یک مسیر مناسبتر یا خوبتر برشان باشه تا بتونن راحت در کشور ایران زندگی بکنن. منتظر ویدیوهای بعدی و گفتنی های بعدی باشین. وقت خوش، خدا نگهدار.